همونجور که میبینین رسیدیم به انتهای رج 13. برای اینکه رج رو ببندیمش ما میبایستی بیایم یه بست بزنیم روی سومین زنجیره، اما بست رو در واقع از پشت کار میزنیم، چون میخوایم الان روی این پایه های بلند، دور هر کدوم از این پایه های بلند یک پایه بلند ببافیم برجسته از پشت. یعنی من الان از دور این پایه یک بست برجسته زدم از پشت و 3 تا زنجیره میزنم که معادل یک پایه بلنده. میام دور پایه بعدی هم یک پایه بلند برجسته از پشت میزنم. الان اینجا 8 تا پایه بلند داریم که روی 7 تا پایه اول 7 تا پایه بلند میبافم برجسته از پشت. این میشه 7می. شمارش بکنیم 1 2 3 4 5 6. این میشه 7می. خب 7 تا پایه بلند برجسته از پشت بافتم. حالا چیکار میکنم؟ میام این پایه 8م رو میگیرم، دور پایه 8م یک پایه بلند برجسته از جلو میبافم و 2 تا زنجیره میزنم. میام توی همین فضا یک پاپ کورن درست میکنم. 1 2 3 4 و 5. حالا این پاپ کورن رو جمعش میکنم. خب 2 تا زنجیره میزنم، میام دور این پایه اول یک پایه بلند میبافم برجسته از جلو. بعد اینجا دور این پایه ها شروع میکنم به بافت پایه بلند برجسته از پشت. یعنی باید 7 تا پایه بلند برجسته از پشت داشته باشم. این 3می، 4 5 6 و 7. 7 تا پایه بلند برجسته از پشتتون رو که بافتین، میاین اینجا این قسمت 2 بار نخ میندازین دور قلاب. اینجا دور این پایه‌ای که مابین فضاهایی دارین که 16 تا پایه بلنده، 5 تا پایه دوبل میبافین. 3 4 و 5 تا پایه دوبل میبافم و این 5 تا پایه دوبل رو تبدیلش میکنم به یک پاپ کورن. میرسم به این قسمت، دوباره از روی اولین پایه شروع میکنم به بافت پایه بلند برجسته از پشت. یعنی 7 تا پایه اول میشه پایه بلند برجسته از پشت و اینجا به این قسمت که میرسم دیگه تکرار دوستان. اینجا به این قسمت که میرسم روی پایه 8م پایه بلند برجسته از رو میزنم، 2 تا زنجیره، یه پاپ کورن تو فضای 2 زنجیره‌ای که اینجا دارم، دوباره 2 زنجیره روی این پایه اول از این طرف، یه پایه بلند برجسته از رو و 7 تا پایه دیگه میشه پایه بلند برجسته از پشت. به همین ترتیب این بافت رو انجام بدید تا برسید به انتهای رج 14. وقتی میرسید به انتهای رج 14 میایین و بستتون رو میزنید روی این
سومین زنجیره و رجتون رو تموم میکنید. حالا ما میخوایم رج 15 رو شروع بکنیم. بیاین در واقع با بست برین روی اینجا نگاه کنید. 1 2 3 4 از این طرف بشمارید دوستان. 1 2 3 4 تا روی 4مین پایه از این سمت، از این طرف که پاپ کورن دارین بشمارید. بعد بیاین 1 2 3 4 و 5 تا زنجیره بزنید. 5 تا زنجیره رو که زدین بیاین اینجا تو فضایی که این قسمت قبل از پاپ کورن دارین 4 تا پایه بلند ببافید. 4. بعد بیاین این سمت اینجا داخل این پاپ کورن، از داخل پاپ کورنم یک دونه پایه بلند ببافید. برید این سمت پاپ کورن، این سمت پاپ کورنم به همین ترتیب توی فضای زنجیره‌ای کناریش 4 تا پایه بلندم اونجا ببافید. خب این پایه بلند برجسته از رو که کنار پاپ کورنه، من میخوام بیام دور اون یک پایه بلند ببافم برجسته از رو. همونجا تو همون فضا میخوام یک پایه متوسط ببافم. بعد داخل همین فضا 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3. حالا در امتداد این پایه بلند برجسته از روی یه پایه بلند ما زیرش داریم که به صورت هفتی شکله. بیاین رو اونجا دور اون پایه بلند هم 3 تا پایه کوتاه ببافید. یه فضای زنجیره‌ای دارین ما بین این 2 تا پایه بلند. اینجا من میخوام اینجا دور این از ما بین این 2 تا پایه بلندی که هفتی شکله اونجا یک پایه کوتاه ببافم. بعد کارو برمیگردونم میام این سمت روی این قسمت از پایه وی شکل که روبروی این سمت، ببینید اینجا من بافتو زده بودم، اینجا مقابلشه دیگه. همین کار رو به قرینه تکرار کنم. اول 3 تا پایه بلند، بعد بیام توی فضای بعدی 3 تا پایه بلندم اونجا ببافم. حالا یه پایه متوسط، یک پایه بلند. حالا میرسیم به ابتدای رج که شروع کرده بودیم. به اینجا ببینید 4 تا پایه بلند. من روی پایه بلند اولی بست میزنم. بعد میام اینجا یه زنجیره میزنم روی همین پایه‌ای که بست زدم، یه پایه کوتاه میبافم. روی پایه بعدی که دومی باشه یه پایه کوتاه، سومی یه پایه کوتاه، چهارمی هم یه پایه کوتاه. میرم روی پایه پنجم که در واقع رو سر ذرتیم زده بودم دیگه، یه پایه کوتاه هم اونجا میبافم. بعد 1 2 3 4 یا 3 تا زنجیره، بسته به میل خودتونه. میتونید 3 تا زنجیره بزنید یا 4 تا، تبدیلش بکنید به یک پاپ کورن. خب پاپ کورن که درست کردید تو همین فضایی که الان گندمی که بالای در واقع پایه بلند ذرتی بود دیگه، یه دونه پایه کوتاه زده بودید دیگه، یه بار دیگه اونجا پایه کوتاه بزنید. یعنی توی فضایی که گندمی بالای این پایه بلندی که من بالای پاپ کورنم زدم 2 تا پایه کوتاه زدم، یه پایه کوتاه، یه پیکود، یه پایه کوتاه. میرم توی فضای بعدی 1
یعنی 4 تا پایه بلند داشتم دیگه. دوباره باید روی هر 4 تا پایه بلند یک پایه کوتاه ببافم که در مجموع میشه 4 تا پایه کوتاه. بعد این قسمت دقت کنید دوستان، میام اینجا این پایه در واقع بلندی که الان روش یه پایه کوتاه زدم، از دورش یه بست از پشت میزنم، بست برجسته از پشت، که قسمت گوشه های کار من اینجاها یه کمی متمایز بشه، گوشه دار بشه. بعد 1 2 3 4 و 5 زنجیره میزنم. میام دوباره از اینجا شروع میکنم. 1 2 3 4 روی 4مین پایه یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5. اینجا از این طرف که شمارش بکنیم 7 تا پایه داشتیم دیگه. از هر دو طرف اگر بخوایم حساب بکنیم، ببینید 1 2 3 4 اینجا اگر حساب بکنید از این طرف هم بخوایم بشمارید میشه 1 2 3 4. روی این پایه هم یک پایه کوتاه میزنم. 1 2 3 4. 4 تا زنجیره. میام دوباره توی این فضای زنجیره قبل از پاپکورنم شروع میکنم به بافت 4 پایه بلند، درست مثل این قسمت. همونجور که ملاحظه میکنید رسیدیم به انتهای رج 14. من اومدم اینجا 5 تا زنجیرمو زدم، توی پایه 4م پایه کوتاه همو زدم. میخوام ولی اینجا به جای 5 تا زنجیره دیگه یه دوبل کشیده ببافم. ببینید 1 مرحله، 2 مرحله، 3 مرحله و اینم 4 مرحله. بعد میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم، معادل 1 پایه بلند داخل فضایی که الان همین دور همین پایه دوبل میخوام به جز اون 3 تا زنجیره‌ای که حکم 1 پایه بلند رو داره 8 تا پایه بلند دیگه توی همین فضا ببافم. خب پس با این 3 تا زنجیره میشه 9 تا دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8. اینم نهمی. نهمین پایه بلند رو که بافتین بیاین اینجا توی این فضای که اینجا دارین به این شکل یه دونه پایه کوتاه بزنید. پایه کوتاهتون رو که زدین بیاین 1 2 3 و 4 تا زنجیره بزنید. اینجا این پایه‌ای رو که دور در واقع روی این پاپکورن بافتین رو بگیرین و از پشت دورش یک پایه کوتاه ببافید به این شکل. بعد 1 2 3 4 تا زنجیره بزنید. بیاین توی فضای زنجیره‌ای بعدیتون یک پایه کوتاه ببافید. بعد بدون اینکه زنجیره بزنید برید تو فضای 5 زنجیره‌ای و تو فضای 5 زنجیره‌ای مجدد 9 تا پایه بلند ببافید. 3 4 5 6 7 8 و 9. 9 تا پایه بلند رو که بافتین بیاین توی این فضای زنجیره‌ای کنارش یک پایه کوتاه بزنید و بعد 1 2 3 و 4 تا زنجیره بزنید. دوباره دور این پایه بلندی که در واقع از روی ذرتی بافتید دیگه، دور اون یک پایه کوتاه برجسته از پشت ببافید و مجدد 4 زنجیره و به همین شکل ادامه بدید کارتون رو تا برسید به انتهای رج. رسیدیم به انتهای رج 16. 4 زنجیره زدم، میام پایه کوتاه همو تو فضای زنجیره‌ای میزنم. حالا میخوام کارمو منتقل کنم، نخمو ببرم به پشت کار. اینجا روی زنجیره 3 بست میزنم، منتها از سمت پشت.
حالا چی کار میکنم؟ یه زنجیره میزنم، میام دور همین پایه‌ای که الان بستم رو زدم، از این قسمتش نخ میگیرم، از پشت کار یه پایه بلند برجسته از پشت میبافم. یک زنجیره میرم دور پایه بعدی هم یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم. این کار رو باید روی تک تک این پایه هایی که ما الان اینجا داریم تکرار بکنیم. 9 تا پایه بلند داشتیم، حالا تو این رج باید 9 تا پایه بلند برجسته از پشت داشته باشیم با فاصله یک زنجیره. خب اینم از پایه آخر. حتما دوستان شمارش بکنید که تعداد پایه هاتون درست باشه و با این در واقع زنجیره هایی که اینجا تو این قسمت ها دارین یه وقت اشتباه نکنید. ببینید الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من الان 9 تا پایه در واقع بلند برجسته از پشت دارم. حالا 2 تا زنجیره میزنم، میام اینجا پشت در واقع این پایه کوتاهی رو که اینجا دقت بکنید اینجا بافتم، میام روی این پایه 1 و 2 تا پایه کوتاه میبافم. خب دوباره 1 2 زنجیره میزنم، میام میرسم به این قسمت مجددا شروع میکنم از روی اولین پایه بلند برجسته از پشت میزنم با فاصله یک زنجیره که تعداد پایه های بلند برجسته از پشتم توی هر قسمت همونجوری که بهتون گفتم باید بشه 9 تا پایه بلند برجسته از پشت. پس به همین ترتیب این رجم تا انتها ببافید. رسیدیم به انتهای رج 17. 2 تا زنجیرمو میزنم، میام اینجا داخل این سومین زنجیره 1 بست میزنم، یه زنجیره میزنم، میام دور همین پایه‌ای که الان بستم رو زدم دور این پایه 5 تا پایه بلند میبافم برجسته از رو. 3 تا 1 2 3 و 4 و 5. میام از اولین گندمی اولین پایه قلاب رو فرو میکنم و ذرتیمو جمع میکنم و 1 2 3 تا زنجیره میزنم و دور پایه بلند بعدی هم 1 پاپکورن درست میکنم با 5 تا پایه بلند. دوستان ببینید ما اینجا 9 تا پایه بلند برجسته از پشت داریم که من باید روی 4 تا پایه بلند برجسته از پشت پاپکورن درست کنم. اینا رو میبافم، میام برای ادامه رج. همونجور که میبینید 1 2 3 4 تا پاپکورن روی 4 تا پایه بلند برجسته از پشت بافتم با فاصله 3 زنجیره. وقتی که این 4 تا پاپکورن رو میبافم 3 تا زنجیره برای فاصله میزنم، میام روی پایه پنجم 1 پایه بلند برجسته از رو
1 زنجیره و مجدد روی همین پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم، میام دوباره روی این پایه شروع میکنم به بافت پاپکورن، یعنی 1 2 3 4 تا پاپکورن دیگه روی این 4 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافم با فاصله 3 زنجیره. همونجور که میبینید 4 تا پاپکورن روی 4 تا پایه بلند برجسته از رو بافتم. میام اینجا این قسمت 2 تا زنجیره میزنم. اینجا این پشت 2 تا پایه کوتاه داشتم. روی این پایه های کوتاه روی هر کدومشون یک پایه کوتاه. دوباره 2 تا زنجیره میرسم به قسمت بعدی، پارت بعدی که دوباره شروع میکنم تکرار از اول رج، یعنی روی 4 تا پایه اول 4 تا پاپکورن با فاصله 3 زنجیره، روی پایه پنجم که پایه وسطیه یه پایه بلند برجسته از رو با فاصله 1 زنجیره، دوباره روی همون پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و روی 4 پایه بعدی 4 تا پاپکورن و اینجا این پشت با فاصله 2 زنجیره از هر طرف 2 تا پایه کوتاه میبافم و این کار رو تکرار میکنم تا به انتهای رج.